مرکز مطبوعات وزارت کره داخلی تاجیکستان خبر داد که 12 یولی سال 2022 تخمینا ساعت 17:30 راننده автомاشین تمغه اوپل استرا خولوف شوروخ سال تولدش 1996 ساکن شهر بوستون هنگام حرکت در شوروی دوشنبه خوجند چنوق در حدود دهه تپه نویه عینی به خطری حرکت رو تامین کردن نتوانسته پیادهگرد خرسال سفروف عبدالملک سال تولدش 2016 ساکن نویه عینی را پخش نموده است. در نتیجه خرسال جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر دانسته می شوند. بنا به آمار رسمی وزارت کره داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند.